افسانه محلی. ولاگ جدید خوشامدگویی خونه جدید سرم. سلام به همگی، سرم برگشته. آره، امروز همونطور که توی برنامه قبلی بهتون گفته بودم قراره یه جشن مجازی به مناسبت خونه جدید رو بگیرم. آره، همونطور که میدونید من دیگه اجاره نشین نیستم و بالاخره اومدم خونه خودم. مرسی ازتون. میدونین من خونم خیلی وسایل خونه نداشت و خونم خیلی خالی به نظر میرسید، ولی وسیله‌ام اومدن. البته وسیله‌ی اتاقم هنوز کامل چیده نشده و اتاقم عروسکم افتاد. واقعا عروسکم افتاد؟ چه عجیب. بیخیال بچه ها، بیخیال از من خیالاتی شدین. نه بابا هیچی نیست. مگه اونجا چی بود؟ احتمالا خودش افتاده. من صحنه‌سازی نکردم بابا. ای از دست شماها. خیلی خوب، بریم سر بحث اصلیمون. میخوام اتاقمو بهتون نشون بدم. بفرمایید. چطوره؟ خیلی خوشگله. من خودم خیلی دوستش دارم. بهترین فروشگاه لوازم خانگی کجاست؟ دینگ دونگ دینگ. دقیقاً خودشه. اون همه وسیله‌هاشون خیلی باحاله. من هفته پیش دنبال یه سرویس بودم که وسیله‌امو برام بیاره. اسمش چی بود؟ روزای بدون مهمونی؟ جابجا شدن تو این دور زمانه خیلی گرون شده، اونم 2 برابر. من ازشون خیلی عصبی شدم و ازشون شکایتم کردم. بهشون گفتم یکی دیگر رو پیدا میکنم و گوشی رو روشون قطع کردم، ولی به هر جای دیگم زنگ زدم اونام همینو گفتن. لعنتی خیلی گرون بود. ولی به هر حال من نقل مکان کردم. بله اینجوری است. خدای من. سانتوکی جان، خیلی ازت ممنونم بابت 30,000 تا بادکنک. واقعا باورم نمیشه. یکی بهم گفت که جابجایی برام خوش شانسی میاره. فکر کنم راست میگفت. سانتوکی جان، بابت 30,000 تا ممنونم. واقعا ممنونم. من هنوز نتونستم پارچه خوب بخرم. از کمک مالیت برای اون استفاده میکنم. راستی چه مارکی بخرم؟ یه دونه معرفی کنید. کتاب چی؟ بیخیال بچه ها، خواهش میکنم تمومش کنید. واقعا؟ لطفا تمومش کنید دیگه، کم کم دارم میترسم. بچه یه لحظه صبر کنید. این دیگه چیه؟ بچه یه لحظه. برای امروز دیگه کافیه، برنامه رو قطع میکنم. واقعا ببخشید. آره میام بیرون از لایو، میام بیرون. آره میرم خونه خواهرم سرین، اونجا برنامه رو ادامه میدم. واقعا ببخشید بچه ها. وای خدا، یعنی باورشون شد. وای خیلی باورپذیر بود. خدا. الو آبجی، لایو دیدی خوب شده بود؟ واقعا اینقدر واقعی بود. من خیلی استرس داشتم، میترسیدم بفهمن. آبجی من خیلی تمرین کردم تا خیلی واقعی به نظر برسه. پس به نظرت خوب شد نه؟ خیلی خوب، الان میام اونجا. خیلی خوب، قبل اینکه بیام یه عکس میگیرم.
باشه حتما. بله. آفرین سرم، آفرین. خب بریم بگیریم. 이거지. قسمت سوم، مهمان. سلام به همگی، من سرم هستم.